جورچین، اولین تولید کننده سازه های نمای خشک آجری در کشور. طراحی، تولید و اجرای انواع نماهای خشک. خانه‌باغ یزد رتبه دوم گروه مسکونی تک‌واحدی جایزه معمار 1393 نامزد جایزه معماری آسیا 2017. موقعیت یزد. معمار ارشد مهندس مهدی گرامی. همکار طراحی مهندس مصطفی رستمی فرد. منطقه مهدی آباد از باغات قدیمی پیرامون یزد است که امروزه به بخشی از شهر تبدیل شده و اندکی از باغ‌ها باقی ماندند. این خانه به مساحت تقریبی 950 متر مربع در بخشی از یک مجموعه خانه‌باغ خانوادگی قدیمی بر جای مانده در منطقه مهدی آباد بنا شده است که 5000 متر مربع از زمین آن باغ به یکی از فرزندان برای ساخت این خانه اختصاص یافته است. ایده شکل‌گیری این بنا بر 4 محور زیر استوار است. نحوه استقرار بنا. استقرار بنا 3 رویکرد اصلی دارد. 1. ایجاد محرمیت و رفع اشراف‌های مزاحم ساختمان‌های اطراف. 2. رونمودن خانه به سمت مجموعه باغ قدیمی. 3. توجه به اقلیم، سایه اندازی‌ها و جهتگیری شهری ضمن رعایت موارد 1 و 2. تفکیک فضایی. برای سازماندهی فضا، بازروایی صحیحی از الگوها و مفاهیم فضا در خانه‌های سنتی یزد در روایتی نوین از طریق فرایند و پردازشی آگاهانه با توجه به نیازها و مفاهیم مورد نظر شکل گرفت و فضاهای خانه در 6 بخش اصلی تعریف شدند. مهمانخانه با ورودی مستقل که فضای پذیرایی، ناهارخوری و اتاقهای خواب مهمان را شامل می شود. بخش خصوصی که اختصاص به نشیمن و اتاقهای خواب دارد و مفهومی از اندرونی در خانه‌های سنتی را تداعی می کند. آشپزخانه. تعریف ما از آشپزخانه متفاوت از جایگاه مطبخ در خانه‌های سنتی است. در این خانه موقعیت آشپزخانه و فضای پخت ملحق به آن در ارتباط با نشیمن خصوصی، ناهارخوری، مهمانخانه، حیاط اصلی و حیاط نارنجستان است و جریان زندگی در ملاحظه این فضا قرار دارد. بالاخانه در طبقه فوقانی و با 2 دسترسی از داخل و خارج خانه که اختصاص به سکونت میهمانان برای مدت طولانی دارد. نارنجستان گودال باغچه‌ای با حوض و درختان نارنج که اتاق ورزش و خانه خدمتکار و سایر فضاهای سرویس‌دهی پیرامون آن شکل گرفته است. حیاط اصلی همراه با استخری بزرگ و فضای نشیمن رو به مجموعه باغ قدیمی مجموعه دارد و از محرمیت نسبت به پیرامون خود برخوردار است. شکل برای شکل دهی بنا 5 مؤلفه مورد نظر قرار گرفته است. خلوص، سادگی، خانایی، گشایش و دلبازی، احساس تعلق و خاطر انگیزی، حس خلوت و آرامش، احترام به پیرامون و عدم جلوه‌گری. کارایی در مسیر طراحی توجه معمار بر این بوده است که خانه از کارایی مناسب و سهولت در ساخت و بهره برداری برخوردار باشد. بنابراین ضرورت داشت این موضوع از جانمایی فضایی تا طراحی جزئیات و انتخاب سیستم‌های ساختمانی و تأسیساتی مورد نظر قرار گیرد. گروه طراحی سعی کرده است جزئیات را به گونه‌ای در نظر بگیرد که پروژه با امکانات سازندگان محلی قابل اجرا بوده و حداقل هزینه را در بر داشته باشد. برای مثال در انتخاب سیستم خنک کننده از کولرهای آبی که میتواند کارایی مناسبی در فضای گرم و خشک یزد داشته باشند استفاده شده است. از آنجا که باغ قدیمی دارای آب قنات و استخری بزرگ به عنوان منبع آب است، جریان آب را پیرامون خانه برقرار ساختند و در نهایت آب بار دیگر برای آبیاری به درون باغ امتداد می‌یابد. برای دفتر معماری کلیاس کویر، خانه‌باغ یزد
تجربه متفاوت در روش شکل‌دهی بنا با رویکرد بازروایی مفاهیم و روابط فضایی در خانه‌های گذشته و تاریخی یزد است.